معلومات ولی با بیشتر نقصر نظر به училищ معلومات زیادتر میگیری کار پرابلم در جمهوری تاجیکستان امروز برای اختصاصمندان بسیار زیاد خط میکنن اما جای کار نیست برای همه اختصاصات نیست جای کار. آرزوی هر یک شخص در دانشگاه عالی خوندن است. خیلی کالج هم خوب است، نه که باز از دانشگاه رو خوانید باید بهترین است. در کالج همون نیمی دانشگاه رو میخونید، در دانشگاه پورا مثال برای هم از جهت علمی هم از جهت همون شخص پورا آماده میشود. برای که پیتودا جای چی باید نمود خیلی اختصاص سازمان کارگری سازمان خوبترش در شهر آدمان باید در مکتبان عالی باید خوانند. آموزشگاهان در رایون ها هست بسیارتر هست، معلمان خوب هم هستند. ما همه دانشگاه دامه خوندم تکنولوژی برای آینده همون با کسب می‌خوایم که همون ماشین ساز کنم و همون کسب میرم. آینده می‌خوام دیپلم بگیرم، همون کارم کاتب برم. دکتر می‌خوام کنم. درآمدم. برای چی آموزشگاه نمی‌خوای؟ نمیدونم. پدر مادرم می‌خوام. برای که معلومات یاری در همه دور زمان با کار برده می‌شود. اگر معلومات یاری باشد همه کسب را می‌آموزیم. اگر مقصد همین جای کار بسیار باشد و همون شرایط مطابق می‌گند با همون اختصاص مقصد با همون حرکت کردن. اما هیچ واسطه ما معلومات ولی معلم ما با فکر خودم با اختصاص خودم پشیمان نیستم. خدمت خلق دهان در خدمت میکنم. تجربه کاری خوب است. هم مشکل همین تجربه کاری که نداشته باشید 5 دیپلم داشته باشید بفایده. از دستم چند هنر میاد. چیکار کرده اید؟ آواز من ماشین ساز کردم میتونم بسیار کار کردم میتونم. که من از کودکی آرزو داشتم در دانشگاه طبی تحصیل کنم. بعد اینک به آرزوام رسیدم. بعد هر کسی خودش وابستگی داره مثلا خو آموزشگاه ده بخونه خو یونیورسیته ده